خب بریم برای چالش کامنت ببینیم که آخرین نفر کی کامنت گذاشته. برای اینکه بدونید که قضیه از چه قراره بچه‌ها باید بهتون بگم که برای کسایی که آخرین کامنت رو توی قسمت ویدیوهای من میذارن توی این زمین هاردکور و توی این استادیوم فوتبال مجسمه‌شون رو میسازیم. مثل چی؟ اینجا رو نگاه کنید، میایم و سفر رو براتون باز میکنم، داشبورد آپاراتمو براتون میارم. نگاه کنید آخرین ویدیویی که من گذاشته بودم این ویدیوی هاردکورم بود. میام تو قسمت کامنت ها و به نازم داش آرمین گل لحظاتی پیش کامنت گذاشته. تاها گیرمر 1 دقیقه پیش تاها کامنت گذاشته بود بنده خدا آخرین کامنت، ولی خب داش آرمین گل نقطه گذاشته و دقیقا لحظاتی پیش روی آخرین ویدیو من کامنت گذاشته. پس چیکار میکنیم؟ اسم داش آرمین رو کپی میکنیم، برمیگردیم توی ماینکرافت و میریم کجا؟ بریم سری آخر، نفر آخر توی آبیا ساخته بودیم داش آرمین گلو. میخوام این گوشه خاص اینجا بسازم. خب استندو میزنیم و یه دونه پیرن، یه دونه شلوار، یه دونه کفش و یه دونه هد و اسمشو میزنیم روی تابلو پیرچ، یه دونه اینتر و کنترل وی. داش آرمین گل. اینم از مجسمه داش آرمین. داش آرمین خیلی خوش شانسی، یعنی دقیقاً چند لحظه بعد از اینکه داش آرمین کامنت گذاشته بود من دارم این ویدیو رو براتون ضبط میکنم. اگر تو هم میخوای مجسمات توی ویدیوی بعدی اینجا ساخته بشه، از کامنت گذاشتن دست ور ندار، پشت سر هم آخرین نفری که توی این ویدیو کامنت بذاره توی ویدیوی بعدی مجسمش اینجا ساخته میشه. سلام، خوش اومدید به ویدیو جدید. من محسن آرگون هستم و بازم اومدم توی دنیای ماینکرافت با یه ویدیو خفن برای شما آبجیا و داداشای گلم. همونطور که میدونید من توی ماینکرافت ویدیوهای آموزشی درست میکنم و علاوه بر اون یه هاردکور چندین و چند ساله دارم که از اون براتون ویدیو آپلود میکنم. توی این ویدیو قراره یه چالش متفاوت، یه آموزش متفاوت با هم دیگه داشته باشیم. میخوام یه چیز خفن بهتون یاد بدم و خیلی 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 کاربردی. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، مثل روال همیشه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. زنگوله آپارات خیلی 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 برای من با ارزشه. حتما زنگوله رو بزنید که وقتی من ویدیو جدید میذارم حتما با خبر بشید. علاوه بر اینها برای اینکه بدونید من کیها استریمم، کیها ویدیو میذارم، تمام مودهایی که توی دیسکورد استفاده میکنم، ریسورس پکا، تکسچر پکا، عضو کانال دیسکورد و روبیکا شدن رو فراموش نکنید. بیشتر از این معطلتون نمیکنم، بریم ببینیم این آموزش خفن چیه و چی قراره بسازیم. بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها ناکنید، چیزی که قراره بسازیم یه چیز خیلی خفن و کاربردیه. واقعا به دردتون قرار بخوره این بیل. چیکار میکنیم؟ ناکنید من اولش سروایول فرندلی شو به شما یاد میدم. یعنی کسایی که کریتیو نیستن و میخوان توی سروایول اینو بسازن چجوری قراره این کارو انجام بدن. ناکنید بچه‌ها شما یه دونه پیککس برای خودت، من این پیککس آهنی مثلا، یه پیککس آهنی برمی‌داری با یه سری بلاک. خب چیکار میکنی؟ میای مثلا اینو یه 10 تا بلاک میری بالا. ارتفاعش که من دارم مستقیم میرم بالا، این زیاد مهم نیست. حالا میای چیکار میکنی؟ نگاه کن تو بدوارز چجوری پله میزنن میرن بالا. نگاه، یه دونه میزنی اینجا، یه دونه میای بالا، این پایینیه رو میشکنی. دیدی؟ دوباره کنار این یه دونه میزنی، یه دونه میای بالا، میای این لبه پایینیه رو میشکنی. خب نگاه کن، به همین سادگی یه دونه جلو یه دونه بالا، این پایینیه رو میشکن. به نوبت هم بشکنید که براتون دردسر نشه. خب ببین الان از سایه این چیزی که من دارم بیلد میکنم هم میتونید نگاه کنید که چه اتفاقی داره اونجا میفته. خب یعنی شما اینجوری میتونی، حالا من دوباره کریتیو میشم، خب که شما اینجوری میتونی تو سروایول اینو بسازی. پس ساختنش آنچنان سخت نیست. حالا کریتیوش بچه‌ها نگاه کنید، صبر اینا رو من بردارم. خب نکنید این ارتفاع اصلا مهم نیست. اینجا میتونه 5 تا باشه، میتونه 10 تا باشه، میتونه 100 تا باشه. مهم اینجا نیست، مهم اینا هن. خب بچه‌ها نکنید شما مثلا یه 10 تا یا 15 تا بلاک میای بالا، بعد شروع میکنی به صورت پلکانی این بیلدو میاری بالا. خب بعد تعداد اینها باید بین 10 تا 15 تا باشه. یعنی چی؟ نکن 1 2 3 4 5، حالا من میذارم 6 7 8 9 و 10. خب بعد از اینکه 10 تا توی یه ردیف اومدید،
خب به سمت راست یا چپتون این نردبون یا پلکان رو بچرخونید. نگاه کن چجوری من الان اینجوری داشتم میزدم دیگه، درسته؟ حالا رسیدم اینجا یا راست یا چپ، من میپیچم راست. نگاه کن چرخوندم کجا؟ سمت راست یه دونه. حالا اینو دوباره 10 تا میریم جلو. چجوری؟ نگاه کن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. ببین 10 تا دومیه رو زدم، میام دوباره روی این، فکر کنید روی این پلکانم میام بالا و دوباره میپیچم راست. بچه‌ها دیگه یه جهت پیچیدید تا آخر اون سازتون باید همونو بپیچید. یعنی شما اولی و اینجا پیچیدی راست، دیگه بعدی و چپ نمیتونی بپیچید، دیگه همش راست. دوباره این بنا کن، یکیش اینجا بود 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10 و به اینجا که رسیدی دوباره اینم میپیچونی سمت راست 1 2 3 4 و این به حدی که به اونجا برخورد نکنی، به اون وریه. خب به معنا اینو مثلا 2 تاشو میشکنم، این 3 تا بمونه کافیه. خب هر چقدر که اینها رو بزرگتر بسازید این مارپیچ شما بزرگتر حرکت میکنه. نکنید من الان مارپیچم تقریبا رسید به وسط، اینو شما 15 تایی بزنی بیشتر مجبور میشید دور بزنی. خب حالا چیکار میکنی؟ میای این بالا وای میستی این قسمت و نیاز داری به چی؟ نیاز داری به یه سطل لاوا. یه سطل لاوا رو از اینجا ول میدی و میری از عقب شروع میکنی حرکت خوشگل این داش لاوامونو تماشا میکنی که این لاوا چیکار کنه تا اون پایین حرکت خودش انجام بده. خب بچه ها نها کنید، لاوای من تا پایین حرکت کرد و نها کنید همونطور که میبینید من جوری که درست کردم لاوا دقیقاً رسیده به هم دیگه. خب حالا میاد چیکار میکنید؟ آخرین بلاکی که من گذاشته بودم اینجا لاوا بود دیگه، یه سطل با خودم واتر باکت میارم و چیکار میکنم؟ ببینید بچه‌ها برای اینکه دقیق بشه و خراب نشه باید یه بلاک بذارید بلافاصله روش آب بذارید. مدل‌های مختلف دیگه هم هست ولی خب بهترینش اینه. نکنید بچه‌ها بلافاصله یه بلاک میذارم یه آب میذارم روش. نکنید بعد یه ذره هم که آب رفت پایین‌تر میتونید دیگه نکن تا یه جایی که آب رفت پایین دیگه میتونید این آب رو بردارید. نکن البته من خودم همیشه سعی میکنم تا پایین بره دیگه میتونم ورش دارم. نکنید در واقع این مدل استفاده از لاوا یه چیز خاصی که داره، شما میتونی برج مدرن درست کنی. یه مدل دیگهش هست یه ساده درست میکنن میرن مستقیم بالا، از بالا ول میدن، یه حالت مثلا قیف مانندی درست میشه. ولی در واقع شما میتونی چیکار کنی؟ شما میتونی توی این سبک در واقع برج مدرن برای خودت درست کنی، مثل برجایی که توی دبی و امارات و اینا هستن. بعد از اینکه اینا رو درست کردی یه ذره نیاز داری به خوشگل کردن این سازه که چجوری مثلا روش یه سری لامپ اضافه کنی و فلان و اینا و در واقع این تنها سازه‌ایه که از دور شبیه یه آپارتمان خیلی خوشگله. شما میتونی چیکار کنی؟ شما میتونی تا زمانی که این در واقع آب میره پایین میتونید نگاه کنید بچه‌ها، میتونید سازه خودتون رو اینجوری تزیین بکنید. البته صرفا هم نباید از سی لنترن استفاده کنی، میتونی از کلی بلاک خفن دیگه استفاده کنید. نگاه کن من الان اینو بذارم اینجا، خب اینم بذارم 4 اینجا. ببین آها اینجا سنگو بزنیم سر جاش. خب اینجا و اینجا و یه دونه هم که میشه گفت. نکن بچه‌ها شما میتونی اینجوری به سادگی، یعنی یه سری آپارتمان‌های بسیار بسیار خفن برای در واقع شهر یا سرور یا سازه یا هر چیزی که داری میتونی بسازی. میتونید مثل من از مثلا آیرون بارز استفاده کنید در واقع برای چی؟ برای ساختن اون دکلایی که توی چیز استفاده کردم، توی هاردکورم استفاده کردم. نگاه کن یه دونه از اینا میزنی، بعد شروع میکنی از اینا میزنی، میشه شبیه چی؟ میشه شبیه دکلای مخابراتی. خب
و میتونی کلی کار خفن دیگه انجام بدی. و در آخرین مرحله شما میای چیکار میکنی؟ میای برای این سازت، بذار از یه بلاک دیگه، از همین بلاک استفاده میکنم. نکنید بچه‌ها میایید برای این سازتون یه سقف اینجوری در نظر میگیرید، هر ارتفاعی که خودتون دلتون میخواد، حالا بزرگ اگه دوست دارید بزرگتر، کوچیک اگه دوست دارید کوچیکتر، اینجوری و اینجوری. و میایید چیکار میکنید؟ و میایید این آخرش هم به این صورت، به این زیبایی اینجا رو چیکار میکنید؟ با سنگ میبندید. و قبل از اینکه این کارو بکنید حتما داخل نور بذارید، چون به محض اینکه درو ببندید اینجا زامبیا شما رو میخورن. خب و به این زیبایی اینجا رو هم دوباره میبندم و اینجا میشه چی؟ اینجا میشه ورودی برج شما. و حالا من زیاد تزیینش نمی کنم. بعد اینجا میزنیم دور و میتونید در آهنی بزنید براش به این زیبایی. اضافه ها هم حتما از اینجا بشکنید بدین صورت. نکنید یه ورودی خوشگل هم مثلا بهتون میده، یه سری ستون خوشگل بهتون میده به این زیبایی. نکن بچه‌ها، در واقع کسی که از دور نگاه میکنه پشماش میریزه، چون این حالا من برای اینکه ویدیو خیلی طولانی نشه اینو زیاد بلند درستش نکردم. اونجاهایی که من 10 تا میزدم سعی کنید 15 تا یا بیشتر بزنید که در واقع برجتون بسیار طولانی میشه. یا اون اول ویدیو که بهتون گفتم فرقی نداره 10 تا 20 تا برید بالاتر، اونجا رو خیلی برید بالاتر که برجتون خیلی طولانی بشه. خب اینم یه روش خلاقانه تر. میدونم خیلیاتون اون روش قبلی رو دیده بودید که مستقیم میرفتن بالا لاوا آب و ول میدادن، ولی خب این در واقع یه برج مدرن تر با ظاهر شیکتر بهتون میده. امیدوارم که توی سرورهای مختلف نکن رخشو، خدا وکیلی رخ برج رو نگاه کنید. امیدوارم توی سرورهای مختلف، توی هاردکورهای خودتون، توی سرزمینهای خودتون این برج رو بسازید و ازش لذت ببرید. مثل روال همیشه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. برای اینکه مجسمه‌تون ساخته بشه حتما کامنت یادتون نره. زنگوله آپارات برای من خیلی با ارزشه، زنگوله رو حتما فعال بکنید. برای باخبر شدن از اخبار استریم و ویدیوها عضو کانال دیسکورد و روبیکا شدن رو فراموش نکنید. تا یه ویدیو ماینکرافتی دیگه شاد باشید. خداحافظ.